سال 637 میلادی، تیسفون، قلب تپنده امپراتوری ساسانی. چشماتون رو ببندید و تصور کنید کاخ افسانه‌ای کسری، اون طاق عظیمی که میگفتن آسمون رو سوراخ کرده، حالا داره توی دود و آتیش گم میشه. سربازای فاتح دارن وارد شهر میشن، فرش معروف بهارستان رو تیکه تیکه میکنن تا غنیمت ببرن. ببینید، قانون تاریخ خیلی بیرحمه. وقتی یه تمدن بزرگ شکست میخوره معمولاً کارش تمومه، فاتحه. وقتی امپراتوری روم سقوط کرد مردمش دیگه رومی نموندن، شدن ایتالیایی. هویتشون عوض شد. مصر رو ببینید، سرزمین اهرام و فراعنه. وقتی شکست خوردن زبانشون رو باختن، دینشون رو باختن و شدن بخشی از جهان عرب. بابل و آشور کلاً پودر شدن و رفتن لای کتاب‌های تاریخ. طبق تمام حساب و کتاب‌های منطقی ایران هم باید همین لحظه می‌مرد. باید اسمش پاک میشد، زبانش فراموش میشد و میشدیم یه تیکه از نقشه خلافت عربی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل مصر. اما یه اتفاق عجیب افتاد، یه چیزی شبیه به باگ توی ماتریکس تاریخ. ایران نمرد. مگه ارتش نداشت؟ نداشت. پادشاه داشت؟ نه. آخرین شاه فرار کرده بود. دینش عوض شد؟ بله، کامل. ولی خود ایران زنده موند. فقط پوست انداخت، لباسش رو عوض کرد، اما روحش همون موند. چطور ممکنه؟ چطور یه ملت میتونه بدون شمشیر و بدون تاج و تخت فاتحان خودش رو قورت بده؟ رازی که امروز میخوایم کشف کنیم داستان یه ایده است. ایده ای که ضد گلوله بود. بریم ببینیم این روح نامیرا دقیقاً چیه. خب بذارید با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. ایران کجاست؟ شاید سریع انگشت بذارید روی اون نقشه خوشگل گربه شکل توی خاورمیانه و بگید بفرما اینجاست. اما اشتباه نکن. اون گربه ای که میبینی فقط مرزهای سیاسی امروزه. یه سری خطکشی که سیاستمدارا با خطکش روی کاغذ کشیدن. داستان ما خیلی بزرگتر از این نقش است. اصلا خود کلمه ایران از کجا میاد؟ شاید بگید خب معلومه از زمان کوروش کبیر. نه، عقب‌تر برید. از زمان زرتشت؟ بازم عقب‌تر. این کلمه هزاران سال قبل از این که دینی به اسم اسلام بیاد یا حتی قبل از این که امپراتوری هخامنشی شکل بگیره وجود داشته. ریشش برمیگرده به یک کلمه خیلی قدیمی، آیریا. توی متون باستانی به سرزمین اولیه‌شون میگفتن آیریانا ویجه و تلفظهای دیگه. حالا معنی این آیریا چی بود؟ نژاد برتر؟ خون خالص؟ نه، این حرفها مال نژاد پرستای قرن 20. توی دنیای باستان آیریا یا آریا یعنی نجیب زاده، یا قشنگتر بگم آزاده. و اینم بگم که اسم پسر خودم هم آریا هستش. خب آریا یعنی چی؟ یعنی ایرانی بودن بیشتر از این که به خون و ژن ربط داشته باشه به کلاس و مرام ربط داشت. آدم آیریا آدمی بود که به قول و قرارش پایبند بود، دروغ نمی گفت و با شرف زندگی می کرد. پس از همون اول ایران یه باشگاه فرهنگی بود، نه فقط یه تیکه خاک. اما قضیه وقتی جالب میشه که میرسیم به پادشاهان ساسانی، یعنی همونهایی که قبل از حمله اعراب حکومت میکردن. اینها یه وسواس عجیب و غریب داشتن روی کلمه ایران. شاهان ساسانی مثل شاپور و اردشیر رسما اسم کشور رو گذاشتن ایران شهر. چرا اونقدر اصرار داشتن؟ آیا این فقط یه پوز سیاسی بود؟ یه پروژه تبلیغاتی بود؟ یا اینکه اونا فهمیده بودن که برای نگه داشتن مردمی که 100 مدل زبان و قومیت مختلف دارن نیاز به یه چسب قوی‌تر از زور شمشیر دارن؟ ساسانی ها شروع کردن به مهندسی تاریخ. اونا میخواستن یه هویتی بسازن که هیچ زلزله‌ای نتونه خرابش کنه.
و باور کنید یا نه این مهندسی اونقدر دقیق بود که حتی وقتی حکومتشون پودر شد و رفت هوا اون هویت سالم موند. ولی اونا دقیقاً چی کار کردن؟ چطور خاطره ای ساختن که از واقعیت قوی تر بود؟ بریم توی اتاق فکر ساسانیان، جایی که تاریخ رو دستکاری کردن. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اسناد. کجا؟ استان فارس، محوطه باستانی نقش رستم. اونجا یه بنای سنگی مکعبی هست که بهش میگن کعبه زرتشت. روی دیوارای این ساختمون یه کتیبه هست که انگار سند مالکیت این سرزمینه. توی این کتیبه شاپور اول، پادشاه قدرتمند ساسانی و کارتیر، موبد بزرگ و ترسناک اون زمان، یه چیزی رو برای اولین بار توی تاریخ رسما اعلام میکنن. شاپور سینه‌اش رو میده جلو و میگه منم خداوندگار ایران و انیران، ایران و غیر ایران. این اولین باره که سیاستمدارا دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ما و بقیه. اما اینجا یه نکته غافلگیر کننده و عجیب هست که کتاب‌های مدرسه معمولاً بهتون نمیگن. ساسانی‌ها یکم، چطوری بگم، تاریخ رو فتوشاپ کردن. واقعیت اینه که ساسانی‌ها پادشاهان قبلی خودشون یعنی هخامنشیان رو درست نمیشناختن. بله، درست شنیدید. فاصله زمانی زیاد بود و تاریخ مکتوب از بین رفته بود. اونا کوروش و داریوش رو دقیق به یاد نمی آوردن. حتی فکر میکردن تخت جمشید رو پادشاه افسانه‌ای یعنی جمشید ساخته، نه داریوش. پس چیکار کردن؟ دست رو دست گذاشتن؟ نه، اومدن یه حرکت هوشمندانه زدن. اونا افسانه‌های مذهبی کتاب اوستا مثل داستان‌های کیخسرو و پادشاهان کیانی رو برداشتن، با اون خاطرات محو و تاریک که از هخامنشیان مونده بود ترکیب کردن و یه معجون جدید ساختن، یه ریمیکس از تاریخ و افسانه. توی این معجون یه مفهوم جادویی خلق شد به اسم فر ایزدی یا به زبان پهلوی خوره. این یعنی چی؟ یعنی پادشاهی فقط به زور بازو نیست، یه نور الهیه که باید روی شونت بشینه. با این کار ساسانی‌ها تعریف ایرانی بودن رو عوض کردن. ایران دیگه فقط محل زندگی یه نژاد خاص نبود. ایران تبدیل شد به یه کلوپ فرهنگی. قانون این کلوپ چی بود؟ مهم نیست کجایی هستی، مهم نیست رنگ پوستت چیه. اگه به این فرهنگ احترام بذاری، اگه آداب ما رو رعایت کنی و اگه دلت برای این فر و شکوه بتپه، تو ایرانی هستی. ساسانی ها با این ترفند یه چتر بزرگ درست کردند که همه اقوام رو زیرش جا میداد. اونا یه ظرف ساختن به اسم ایران شهر و جالب اینجاست وقتی خودشون نابود شدن این ظرف نشکست، چون مردمی که توش بودن یاد گرفته بودن که هویتشون به پادشاه وصل نیست، به فرهنگ وصله. اما خب وقتی اعراب حمله کردند و تیسفون سقوط کرد، این ظرف فرهنگی ترک خورد. همه چی داشت از دست میرفت. کی نجاتش داد؟ ارتش؟ نه. نجات دهنده های ایران یک گروه مرموز بودند که توی سایه ها زندگی میکردن. گروهی به اسم دهقانان. برگردیم به لحظه بعد از سقوط. تیسفون سوخته، پادشاه فرار کرده و کشته شده. ایران مثل آدمی شده که توی یه تصادف وحشتناک ضرب مغزی شده و حافظش رو از دست داده. بحران هویت. مردم دارن از خودشون میپرسن ما کی هستیم؟ مگه ما بنده اهورامزدا نبودیم؟ پس چرا شکست خوردیم؟ توی این وضعیت ترسناک که همه چی داشت فراموش میشد، یک گروه خاص وارد صحنه شدند. اسم این گروه بود دهقانان. تا گفتم دهقان یاد کشاورز زحمتکشی افتادید که بیل رو دوششه و داره زمین رو شخم میزنه؟ نه، این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. توی اون زمان به کشاورز ساده نمیگفتن دهقان. دهقانان در واقع زمینداران بزرگ و اشرافزاده های محلی بودند. اینا کسایی بودند که کاخهای کوچیک و ثروت زیادی داشتند و از همه مهمتر سواد داشتند.
وقتی دیدن کشور سقوط کرده، این دهقانا فهمیدن که نمیتونن با شمشیر جلوی اعراب وایسن، پس تصمیم گرفتن حافظه کشور رو نجات بدن. اونا یک گنجینه داشتن، کتابهایی به اسم خدای نامک. این کتابها تاریخ خشک و خالی نبودن، اینا داستان آرش، داستان کیخسرو، اینا شناسنامه ایرانی بودن. توی این کتابها نوشته بود که ایرانی بودن یعنی جوانمردی، یعنی راستی، یعنی جنگیدن با تاریکی. دهقانان این کتابها رو برداشتن، پیچیدن لای پارچه های ابریشمی و بردن توی زیرزمین‌ها، توی پستوی خونه‌های امن و مخفیشون کردن. برای قرنها توی شب‌های طولانی زمستون این داستان‌ها رو سینه به سینه برای بچه‌هاشون تعریف می‌کردن تا یادشون نره کی هستن. حالا بیایید یه نگاه به مصر بندازیم. چرا مصر زبانش رو باخت؟ چرا دیگه کسی به زبان فراعنه حرف نمیزنه؟ مگه مصر اهرام نداشت؟ مگه تاریخ نداشت؟ چرا؟ داشت. اما مصر طبقه دهقان نداشت. توی مصر دانش دست کاهنان معبد بود. وقتی معبدها بسته شد و کاهنا کشته شدن یا تغییر دین دادن، کل حافظه مصر پاک شد. کسی نبود که داستانها رو قایم کنه. اما توی ایران این زمینداران مستقل مثل کپسول‌های زمان عمل کردن. اونا زبان و داستانها رو توی خودشون فریز کردن و نگه داشتن. تا کی؟ تا روزی که یه نفر پیدا بشه و این جعبه سیاه رو باز کنه، و اون یه نفر کسی نبود جز فردوسی. در واقع اگه اون دهقانهای پیر نبودن که داستانها رو به فردوسی بدن، شاهنامه‌ای هم در کار نبود. و اگه شاهنامه نبود، شاید الان داشتیم به زبان دیگه‌ای حرف می‌زدیم. خب پس درسته که جسم ایران یعنی خاک و حکومتش دست فاتحان افتاد، اما روح ایران یعنی فرهنگش توی پستوی خونه دهقانا سالم موند. حالا وقتش بود که این روح دوباره به بدن برگرده، اما این بار با یه لباس تازه و شیرین به اسم زبان فارسی دری. به فردوسی نگید شاعر، این لقب براش خیلی کمه. فردوسی در واقع معمار ایران بود. هویت ایرانی مثل یه ساختمون قدیمی داشت خراب میشد، داشت از یاد میرفت. فردوسی اون خشت و گلهای قدیمی رو که دهقانها قایم کرده بودن، یعنی همون داستانای باستان رو برداشت، گرد و خاکش رو گرفت و باهاشون یک کاخ محکم و ابدی ساخت به اسم شاهنامه. کاخی که دیگه باد و بارون هم نمیتونست خرابش کنه. حالا یه نکته خیلی ظریف که خیلیا بهش دقت نمیکنن. شاهنامه یک کتاب دینی نیست. قهرمان اصلی شاهنامه رستم مبلغ دین زرتشت به معنای فقهی و خشکش نیست. رستم یه پهلوان ایرانیه. وقتی رستم میخواد دعا کنه نمیگه ای اهورامزدا که فقط مال مایی، میگه خداوند جان و خرد. اون با خدایی راز و نیاز میکنه که خدای همه است، خدای خوبی هاست. برای همین بود که حتی مسلمونا هم با شاهنامه عشق میکردن، چون داستان ایران بود، نه داستان یه فرقه خاص. این استراتژی هوشمندانه رو اول از همه پادشاهان سامانی اجرا کردند. اونا توی شهر بخارا حکومت میکردن. سامانی‌ها مسلمانای سنی معتقدی بودن، اما یه مرز باریک کشیدن. اونا به خلیفه بغداد میگفتن جناب خلیفه، خیالتون تخت، ما مسلمونیم و به نام تو خطبه میخونیم. اما توی کاخ خودشون جشن نوروز و مهرگان رو با جلال و شکوه برگزار میکردن. اونا شراب فرهنگ ایرانی رو توی جام اسلامی ریختن. سامانی‌ها فهمیده بودن که میشه دینت عوض بشه اما فرهنگت سر جاش بمونه. این یعنی جدا کردن فرهنگ از سیاست دینی، و همین فرمول بود که باعث شد ما عرب نشیم. پس زبان فارسی شد قلعه‌ای که هیچ منجنیقی نمیتونست دیواراشو خراب کنه. ایرانی‌ها رفتن توی این قلعه و در رو بستن. اما تاریخ هنوز با ما کار داشت. درست وقتی که فکر میکردیم جامون امنه،
وحشیترین و ترسناکترین مهاجمان کل تاریخ از شرق ظاهر شدند. کسایی که نه زبان میفهمیدن، نه شعر، نه فرهنگ. مغول‌ها داشتن می اومدن و همه فکر میکردن این دفعه دیگه واقعا کار ایران تمومه. اما اونا خبر نداشتن که ایران یه دستگاه هضم قوی داره. قرن 7 هجری افق شرق سیاه میشه. صدای طبل‌های جنگی میاد که مو رو به تن آدم سیخ میکنه. ترکای سلجوقی و بعد از اونها کابوس مطلق، مغول‌ها. چنگیزخان و نوش هولاکو خان مثل طوفان نوح اومدن. اینا دیگه شوخی نداشتن. کتابخونه ها رو آتیش میزدن، شهرها رو با خاک یکسان میکردن و از کله آدما مناره میساختن. به نظر میرسید این دفعه دیگه واقعا پایان داستانه. ایران قرار بود تبدیل بشه به چراگاه اسب‌های مغول. اما درست همینجا عجیبترین خاصیت تمدن ایران فعال شد. اسمش رو بذاریم دستگاه هضم مهاجمان. ببینید، مغول‌ها قدرت نظامی داشتن، زور بازو داشتن، اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا نمیدونستن چطور باید مالیات بگیرن، چطور جاده بسازن، چطور دادگاه اداره کنن. فرهنگ اونا با این چیزا سنخیتی نداشت. اینجا بود که سر و کله وزیران ایرانی پیدا شد. نوابغی مثل خواجه نظام الملک طوسی برای سلجوقیان و خواجه نصیرالدین طوسی برای مغول‌ها. این آدما چیکار کردن؟ اونا رفتن پیش خانها و گفتن قربان شما شمشیر بزنید اما اداره کشور رو بسپرید به ما. و آروم آروم بدون اینکه مغول‌ها بفهمن این وزیران شروع کردن به تزریق فرهنگ ایرانی روی مغز فاتحان. نتیجه باور نکردنی بود. مغولایی که اومده بودن تمدن رو نابود کنن خودشون عاشق تمدن ایران شدن. نوه‌های چنگیزخان به جای اینکه توی چادر بخوابن و شیر اسب بخورن، لباسهای ابریشمی ایرانی پوشیدن. اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن ابو سعید و سلطان محمد. توی کاخهای ایلخانان مغول به جای صدای زوزه و فریاد صدای چی می اومد؟ صدای شاهنامه خوانی. اونا دستور دادن براشون شاهنامه بزرگ ایلخانی رو نقاشی کنن، چون اونا فهمیدن که پادشاه ایران بودن خیلی جذابتر از رئیس قبیله بودنه. فرهنگ ایران اونا رو جادو کرد. ایران تنها کشور دنیاست که وقتی دشمن بهش حمله میکنه دشمن رو شبیه خودش میکنه. مغول‌ها ایران رو گرفتن ولی ایران مغول‌ها رو قورت داد. داستان اسکندر رو حتما شنیدین. اگه نشنیدین این ویدیو رو حتما ببینید. اونا اومدن که ما رو حذف کنن ولی تبدیل شدن به نگهبانان فرهنگ و هنر ما. مسجد کبود تبریز، گنبد سلطانیه، اینا رو کی ساخته؟ همون نوادگان مغول که حالا دیگه کاملا ایرانی شده بودن. این یعنی قدرت نرم. یعنی وقتی شمشیرت شکست با قلمت بجنگ، وقتی قلمت شکست با زیباییت بجنگ. و ایران استاد این جنگ نامرئی بود. حالا که فهمیدیم این فرهنگ چطور از زیر سم اسب مغول‌ها جون سالم به در برد، بیایید بریم سراغ اصل مطلب. اینکه ایران دقیقاً چیه؟ آیا یه دینه؟ یه نژاده؟ یا یه چیزی فراتر؟ میخوام براتون از یه وضعیت ذهنی بگم. زمان گذشت، چرخ روزگار چرخید، رسیدیم به دوران صفویه. دوباره یه تغییر بزرگ. مذهب رسمی کشور از سنی تبدیل شد به شیعه. بعدش دوران مدرن، انقلاب‌ها، تغییر مرزها. اما بیایید یه لحظه دکمه توقف رو بزنیم و به این خط زمانی نگاه کنیم. اگه به گذشته رسمی ایران نگاه کنیم، ما 1000 سال زرتشتی بودیم و ایرانی موندیم. چندین قرن سنی بودیم و ایرانی موندیم. الان قرن هاست که شیعه هستیم و باز هم ایرانی موندیم. این چه پیامی داره؟ این نشون میده که ایران به هیچ دین خاصی، به هیچ سلسله خاصی و به هیچ نژاد خاصی زنجیر نشده. دینها میان و میرن، حکومتها عوض میشن، مثل لباس که کهنه میشه و عوضش میکنی. اما اون تنی که
این لباس رو پوشیده ثابته. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که شاید جواب تمام سوالات امروز باشه. ایران کجاست؟ روی نقشه جغرافیا؟ لای سیم خاردارای مرزی؟ نه. ایران یه تیکه خاک نیست. ایران یه خاطره مشترکه. خاطره ای از دادگری، از نور، از جشن و شادی. ایران اون لحظه ایه که دور سفره 7 سین میشینیم، فارغ از این که مسلمونیم، مسیحیم یا یهودی، کرد باشیم، ترک آذری یا ترکمن باشیم یا لر و بقیه. ایران اون لحظه ایه که با خوندن یه بیت از حافظ دلمون میلرزه، حتی اگه هزاران کیلومتر از خاک وطن دور باشیم. برای همینه که این کشور ضد ضرب است. وقتی مرزها جابجا میشن، وقتی سیاستمدارها دعوا میکنن، وقتی ارتشها شکست میخورن، ایران سر جای خودش میمونه. چون ایران یه مکان نیست، ایران یه وضعیت ذهنیه و شما نمیتونید یه خاطره رو با شمشیر بکشید. نمیتونید یه رؤیا رو تبعید کنید. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم توی طوفان زندگی کنیم. یاد گرفتیم که ریشه هامون رو توی خاک نذاریم، بلکه توی قلب هامون نگه داریم. و تا وقتی که این قلب میتپه و تا وقتی که این زبان میچرخه، تیزفون سوخته دوباره زنده میشه. حالا با دونستن این راز بیایید به امروز نگاه کنیم. چرا این حرفا الان مهمه؟ چون تاریخ هی داره تکرار میشه و ما باید بدونیم کجای این داستان وایسادیم. خب شاید بپرسید چرا امروز وسط این همه گرفتاری و شلوغی دنیای مدرن نشستیم و در مورد ساسانیان و مغول‌ها حرف زدیم؟ چون این داستان فقط تاریخ نیست، این نقشه راه ماست برای زنده موندن. تاریخ نشون داده که هر وقت فشار زیاد شده، هر وقت خواستن ما رو حذف کنن یا نادیده بگیرن، ما یه عکس‌العمل تکراری و عجیب داشتیم. ما برگشتیم به تنظیمات کارخانه و تنظیمات کارخانه ما چیه؟ فرهنگمون. به نوروز نگاه کنید، این جشن بزرگترین نماد این ماجراست. نوروز نه سیاسیه، نه به دین خاصی وصله و نه با تغییر حکومت‌ها عوض میشه. نوروز یعنی طلوع خورشید، یعنی سبز شدن درخت، یعنی زندگی. عرب‌ها اومدن، نوروز موند. مغول‌ها اومدن، نوروز موند. جنگ‌ها اومدن و رفتن، ولی ما هنوزم سر سفره 7 سین میشینیم. این یعنی همون روح نامیرا. پس اگه یه روزی احساس کردید هویتتون داره گم میشه، اگه احساس کردید بادهای مخالف داره شدید میوزه، نترسید. یادتون باشه که شما وارث همون دهقانهایی هستید که کتابها رو قایم کردن. وارث همون فردوسی هستید که کلمات رو نجات داد. شما ضد ضربه هستید. ممکنه چند صباحی یه حکومتی سر کار باشه که بخواد زبان و حتی فرهنگ ایرانی رو آلوده کنه، ولی هیچ وقت موفق نخواهند شد. تاریخ ایران اینو ثابت کرده. فرهنگ اصیل ایرانی مثل ققنوسیه که بلد از خاکسترش بلند بشه و دوباره اوج بگیره. بذارید با این جمله تموم کنم. کشورها روی نقشه‌های کاغذی به وجود میان و از بین میرن. مرزها با جوهر کشیده میشن و با خون پاک میشن. اما تمدن‌ها توی قلب آدم‌ها زندگی میکنن و قلب این تمدن با وجود تمام زخم‌ها هنوز داره میتپه، محکمتر از همیشه. و یادتون نره تاریخ رو فاتحان مینویسن، اما خاطرات رو مردم نگه میدارن. مراقب خودتون باشید. بدرود.